وزارت کارهای خارجه قرقیزستان صبح امروز به نشان اعتراض قطعی در رابطه با حادثه نزاعی که در منطقه مرزی تایسان قرقیزستان رخ داد و سبب مرگ سربازان دو کشور و زخمی شدن ساکنان ملکی شد، به دست سفیر تاجیکستان در قرقیزستان سهراب عالمزاده نات سپارید. اما قشن‌های سرحدی تاجیکستان دیروز با پخش یک اظهارات که در صحیفه آژانسی رسمی خاور به نشر رسید جانب قرقیزستان را عیبدار نمود که سازشنامه‌های دو جانبه را به اعتبار نگرفت و به محل این نزاع یعنی به منطقه باباجان غفور فی تاجیکستان تا 250 سرباز را بسیج کرد. شام دیروز این نزاع برخاست و در نتیجه تیرکشایی که هر دو جانب یکدیگر را عیبدار میکنند که اول گویا که سربازان قرقیزستان تیرکش شدند و بعدا جانب قرقیزستان گفت که جانب تاجیکستان تیرکش شده است. 4 سرباز عموما یعنی به مرگ دچار شد. 3 سرباز از تاجیکستان که در همین ساعتها در نیمه دوم امروز جسد آنها به خانواده هایشان برگردانیده می شود و 1 سرباز از قشن‌های سرحدی قرقیزستان جان سپارید. طور مقامات مرزبانی تاجیکستان و هم قرقیزستان امروز اظهار داشتند حالا وضع در این منطقه در دهه آبچه قلعچه ناحیه باباجان غفورف کاملا آرام است و یک کمیسیه برای مشخص کردن عامل‌ها و سبب‌های رخ دادن این حادثه مشغول تحقیقات است. طور کارشناسان میگویند سبب اصلی به طور دوامدار ادامه پیدا کردن چنین مناقشه‌ها که باعث مرگ هم نظامیان و هم ساکنان ملکی می شود این تأخیر در کار کمیسیه بین دولتی تشخیص مرز مشترک دو کشور می باشد. دیروز وزیر خارجه تاجیکستان و هم وزیر خارجه قرقیزستان با هم ملاقات داشتند و برای هرچه زودتر به ثبات آوردن و حل مسئله مرزی صحبت نمودند. میان تاجیکستان و قرقیزستان حدود 1000 کیلومتر کوادراتی مرز مشترک وجود دارد که تا حال حاضر همگی 50% آن علامت گذاری شده است و محض در اون قطعه های بحثی که تا حال حاضر از دو طرف مورد بررسی و تحقیق قرار دارند همین گونه مناقشه ها سر میزند و باعث مرگ هم نظامیان و هم ساکنان ملکی می شود. در این نامه هایی که هر دو طرف یکدیگر را گناهکار می کنند همچنین ذکر شده است که باید برای هر چه زودتر پیدا کردن راه حل دقیق و عملی آن کوشش به خرج داد.